آقای دکتر محمد فاضلی رفتار ناشکیبایانه ای رو اظهار کردند و این جای تأسف داره. دکتر عصبانی نشو، آرام آرام. چه خبرته؟ حواست کجاست؟ یادت از چند سال پیش مردم واسه 4 تا مرغ صف وای می‌ایستادن؟ آرام. چه خبرته بابا؟ شما که قرار شد نه مسکنی بسازید نه به کسی مسکن تحویل بدید. از اون موقع هم که اومدید رو کار روز به روز داره گرونتر میشه. آرام. تو که میگی خودکفایی گندم اشتباهه، همینطوری سر گرونی نون داری بدبختمون میکنی، چرا حاشیه پرت میکنی؟ آرام. ما بور سرمایه ما گرفتی به خاکستیا نشونی ما رو، بعد این دروغ هم که میدی خجالت نمیکشد شما؟ بس کنه که مردم بدونند سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است. آرام. بنزینو تا 25,000 تومان میخوایم برسونیم. یه باک بنزین میخواد بشه 1,000,000 تومان. بیا این میکروفونو لا اله الا الله. در همین بنزینی که اینا گرون کردن من معترض بودم قیمت بازار آزاد بده، یعنی همون 20,000 تومان، همون 25,000 تومان. آرام. آره میکروفون پرت کن. شما که یه بار نمی حرف ما کارگر رو گوش بدی، عرق ریختن ما رو ببینی، فقط زیر باد کولر رو تو اتاق تو پشت میز و یعنی که نهایتش از تو ماشین لوکست میخوای سرکشی کنی. آرام. مقدار مجهول رو به دست آور. شمایی که تو چشم معلمان نگاه میکنی و میگی هر کی از حقوقش ناراحته میتونه بره، باید هم وقتی اینقدر احترام قائلی برامون میکروفون سمتمون پرت کنی. انتظاری بیشتر از این نمیره ازتون. اگرم کسی راضی نیست میتواند برود. آرام. این چیه دیگه؟ شما که معتقدی ما به جز آبگوشت بزباش هیچ تکنولوژی برتری نداریم. این حرف خودتونه. الان بس برای چی میخواید بیاید سر کار؟ این هر مدت سر کار بودید بستون نبود؟ دلمون کنید بذار به کارم برسیم. آرام. این چه کاری آخه؟ شما که صراحتا اعلام کردید راه شهید رئیسی رو میخواید متوقف کنید، به ما هم که میگید طالبان. آخه با این کاراتون ما طالبانیم یا شما؟ چی میگم آخه بهتون؟